سلام دوستان، من پویا حاج پویا هستم و امیدوارم این ویدیویی که قراره بگیرم خوشتون بیاد. لطفا حمایتم کنید. تازه چنل یوتیوب زدم و این ویدیویی که قراره بگیریم قسمت پنجم از بخش سریالی یک فرد شوتی. امیدوارم از ویدیوهایی که گذاشتم خوشتون بیاد و حالا در ادامه بریم تا بهتون بگم قضیه چی. بچه ها، من دو پارت قبلی داخل مدیک بودم و من کیک شدم به یه سری دلیلا. زیاد مهم نیست دلیلش چیه، حالا کیکم کردم خودم، یعنی کیک شدم. بریم یه گانو برداریم، قراره بریم یه شهر دیگه. بچه ها اون طرف، کسی که قراره تفنگا رو تحویل بگیره اون طرف. شنیدم که یه ذره خلوت شدن این پلیس ها، مرزینا رو خلوت کردن. راه در رفتنشون الانه. من اینجا یه دونه اسلحه ببرم. خب خریدار گفته یه اسلحه کافی. بچه ها این زانتیارم یکیو میشناسم، اسمش امیر محمد حسینیه، بهش میگن حاج امیر. من اون اجاره کردم، حالا خودش فعلا داخل شهر نیست، قراره به زودی بیاد. من اینو ازش اجاره کردم، ماشین اونه. بریم ببینیم چی میشه. گفته که محموله رو بیار یه پارکینگی بذار ببینیم اونجا چی. ببینیم اونجا. آره دوستان، بعد من داخل مدیش بودم، بهم شک کرده بودن و افتاده بودن دنبالم. اینجا پلیس داره نزدیک میشه. آره بهم شک کرده بودن و سلام. بفرما. لطفاً پیاده شید. پیاده شم؟ بله پیاده شید. باید بگردیم. پیاده شم؟ بله همینجا پیاده شید. باش. تیراندازی کرد. چه خواب بود. پلیس خوابالی. البته پلیس نبود، مرزبان بود. مرزبان خوابالی باشد. اسلحه رو رد کردیم. آره دوستان، من داخل مدیک بودم، اینا بو بردن که آقا من همون فردم، برای اینکه دیگه زیاد شک نکنن من در اومدم از مدیکی. می اومدن هر روز منو چک میکردن، بعد خلاصه پیگیرم شده بودن و داشتن کم کم بو میبردن. من رفتم کیک شدم که آقا دیگه اینا بو نبرن، ندونن که من همونم. ردی از خودم به جا نذاشتم. حالا گفته که داخل، ببینم کجاست. گفته که بیا اینجا محموله تریاکی نیست کنم، لابراتوری شیشه هست. زانتیه چه رای میره لامسته. چراغم خاموش کنیم نبینه. سنگینه ببینید چه خوشگله. یارو ازش شماره تلفن اینا خواستم نداد، گفتش که بعد محرمانه بمونه اینا، نداد شماره‌شو.
اینجاست دیگه. چقدر جای کثیف و ترسناک. بله انگار اینجا خودش یه آورد. این چیه بودی رو؟ آقا اینجا کسی نیست. اینم پشتی بومه. آقا کسی نبود اینجا. فکر کنم اینجاست. بذار بریم اینجا ببینیم. احتمال زیاد اینجاست. اینی هم خشخاشه. چیه اینجا؟ زمین شاهدونه است. بعد آقا ما اینی که ما الان حرف زدیم اینو قراره ببینیم هم دیگر رو لابلاتون شیشه نبود شاید اینجاست که میتونی چیز بکنی چیز بیش بکنی باید اینجاست بهتر قبلا من اینجا کار میکردم ببینیم اونجا چه یه آهنگمون نشد. Vocal boy Mohsen Dorostan. مثل بیا بنیش باشدم و خوام حرف بزنه شیطم نکن جان ننه دارم غم دقم کنه دارم غم دقم کنه. یه ماشینی اینجاست. تو کی؟ تو کی؟ تو کی هستی؟ تو کی؟ من ریدم تو خودم. منو چرا زدی؟ من ترسیدم از تو زدم. چیو ترسی؟ بخ کردم. وای من با یکی اینجا قرار داشتم. ای بابا انگاری اشتباه چیزی شده. با کی قرار داری اینجا؟ یکی اینجا بود قرار بود معامله اسلحه کنیم. یه دونه اسلحه آوردم براش بفروشم بهش. الان اومد؟ نه انگاری اینجا نیست. گفتش بیا یه جایی که میشه خب بیا از میخرم. چند میخری؟ چه گانیه؟ یه گان چیزه میدونی خب میتونم سرچ کنم ولی نمیکنم. نگاش کن. نه سرچ نکن. نه سرچ نکن. مطمئن داریم میدونی خب میتونم سرچ کنم خلاصم بزنم هیچ غلطی نکنی. ولی خب تو بیدلیل منو زدی. بیدلیل زدم. یک شب خب دو داخل منطقه. خب شب چه ربطی داره شب؟ داخل منطقه هستی که میتونی راحت صادره اینجا. خب داخل اینجا ساده است. صادره. بعد اینجا تو باید دلیل داشت باشی منو زده باشی. دفاع از خود. تیر انداختم. من ولت میکنم میرم. خدا من هشتی رو جمع کنم. ناموزم با نشونی نزم. ولی چی بزنم؟ تو بیا برو کرم نریز. خدافظ.
بیا برو با یکی من اینجا قرار داشتم. به گان بر میدارم ببینم چیه برات میندازم. نه برش ندار. بر میدارم دوباره برات میندازم. میخونم کدوم گان چه بابا گانی. گان کلاسیک است، همونایی که مافیا تامسون. اینا آره فکر تامسون. کنم. بزن نگاه کنم. بذار اسمش بس. اینه. آره. چون نمیتونم دستم بگیرم. لولت کمه. توش بیا بگیرش. بذار جیبم. نخیر خداحافظ. کجا رفت؟ برداشت داشتی؟ آره. به بالنجش نزنی منو. نه برای چی بزنم؟ من اینجا موادمو جمع میکنم. خب باش خدا. بابا این که از ما توفایی میخرید نه.